خبرنگار آژانس کویت سوال دارن. سوال اولش هم است که ممکن است جناب نواب رئیس جمهور افغانستان اطلاع بدین ممکن منظور شما فایرهای راکتی است؟ با وجود که کابل دور است از و دیگه ای که شهر کابل از پاکستان چندان فاصله زیاد ندارد. در این رابطه کمی روشنی بندازین. و سوال دوم است که در برخی از پایتخت‌های کشورهای شرق میانه پیرامون مسائل افغانستان و مجاهدین و مخالفین شما وجود دارد. در این مورد اگر چیز معلومات داشته باشین بر ما معلومات. فاصله برای فایرهای راکت نقش ندارد. هر جا را می توان با راکت زیر آتش گرفت، داخل و خارج را. ولی سوال در اینجا است که آنانی که تا دیروز می گفتند که گویا مهاجرین به اساس توافقات ژنو و کشور خیش باید عودت بکنن و عودت نمی کنن، در برابرشان از طرف دولت جمهوری افغانستان ماینها فرش شده است، در حالی که برای عبور و مرور گروه های متجاوز و تخریبکار باز این ماینها فرش نبودن و اونا آزادانه رفت و آمد می کنند. امروز با سپردن راکت های دورمنزل جدید در دسترس نیروهای مسلح مخالف که از طرف ایالات متحده آمریکا تهیه شده است، نه در برابر اهداف نظامی بلکه در برابر اهداف ملکی در شهرها، طوری که خودتان متذکر می شوین که فایر راکت ها بالای شهر کابل که دهها نیست صدها کشته از طفل، کوچک، پیر، برنا، جوان به جا می گذارند. مردم مسلمان با چنین سانحه‌ای در افغانستان مواجه گردیده است. چنین راکت هایی که با انفجار از او در یک لحظه 98 بمب دیگر بیرون پراگنده می شود و خود کشزار مین به وجود می آورد. در روز روشن ما از تمام شما ژورنالیستان محترم و از طریق شما با وسیله مس میدیای شما، وسایل اطلاعات جمعی شما، با اذهان یا قضاوت اذهان عامی جهان مراجعه می کنیم. که آیا این تروریسم بین المللی نیست؟ آیا این تروریسم دولتی نیست؟ ما یک مثال برای شما میگم. ویلیام هیگنز در لبنان کشته می شود. سر و صدای امریکا جهان را میگیره که تروریسم است. و کنگرس امریکا اجلاس فوق‌العاده‌ای را تنظیم می کند. تمام اختیارات مالی و سیاسی و اپراتیفی و نظامی را در دسترس اداره بوش قرار می دهد که به اقدام تلافی جویانه دست بزنید. یک آمریکایی با یک فیر راکت، با یک فیرش در شهر، راکت آمریکایی، دانی صدها نفر از بین میرن یا زخمی میشون. آیا انسان آمریکایی از گوشت و پوست و استخوان ساخته شده است و انسان افغانی ارزش ندارد؟ برای یک فرانسوی از ژورنالیست گرفته تا هر امکان دیگه بین المللی به کار انداخته می شود برای رهایی یک ژورنالیست. خوب است، ما این را تایید می کنیم.
اقدام بشرخواهانه است، ولی اقدام بشرخواهانه صرف برای یک طبیع آمریکایی و فرانسوی یا اقدام بشرخواهانه و صلحخواهانه برای یک طبیع افغانی، برای یک طبیع لیبیایی، برای یک طبیع فلسطینی نیز لازم است. در حریم مقدس نشستن بعض قدرت ها هر کاری را که انجام میدهد ولو با انسانیت و انسان مواجه شوند، کس حق ندارد در مورد از اونها چیزی صحبت بکنن. اگر تروریسم یا کشتار دست جمعی، راکت هایی که اشعه از او توسط ایکس ثبت نمی شود مخالف کنوانسیون اکتبر است 1980 که در این کنوانسیون فیصله شده است که از چنین سلاح‌های جارحه خطرناک کشتار دست جمعی باید جلو گرفته شود. کس باز در حریم مقدس سر زده نمیتواند. ولی اگر یک نفر آمریکایی و یا ژورنالیست را ما گرفتار کنیم و آمریکایی از بین بره، جهان تکان میخورد. بگوین چنین تبعیض در این شرایط متمدن جهان امروزی لازم هست؟ با خصوص برای کشور متمدن مانند امریکا لازم هست؟ البته ما از مردم امریکا مشکور هستیم. همین اکنون در کانگرس امریکا این واقع بینی به وجود آمده است که اگر تا دیروز سلاح امریکایی ها به نام آزادی خواهان برای آزادی خواهان داده می شد، امروز برای چی داده می شود؟ و آیا ادامه چنین سپردن سلاح‌ها در جهت کشتار دست جمعی و پرستیژ و حیثیت و اعتبار ایالات متحده امریکا او هم در فضای بین المللی جدید نو دیتانت سیاسی زیان نمی رساند؟ ما از وسایل اطلاعات جمعی غرب و وسایل اطلاعات جمعی امریکا و مردم امریکا قضاوتش و کانگرسمن‌هایش مشکور هستیم. ولی اداره امریکا را لازم هست که در پالیسی و سیاست خود تجدید نظر نمایند و حداقل مسئولان عامی مردم ما نی، مردم منطقه نی، مردم جهان نی، مردم غرب نی، مردم خود امریکا نیز توجه بکنند. در غیر صورت به اصطلاح دستاورده ها و انباشته های 10 ساله خیش را به زودی طوری که از دست دادن در ظرف 6 ماه کاملا از دست خود دادن. و اونا میخواستن برای شوروی ها افغانستان را ویتنام بسازن. مگر ما برای شما بگوییم که با ادامه چنین کمک ها و دادن چنین وسایل کشتار دست جمعی علیه مردم افغانستان، افغانستان برای امریکا با ویتنام دوم مبدل خواهد شد.